اگر شما مبتلا به دیابت هستی و سالهاست از این بیماریتون می‌گذره و میزان قند خونتون کنترل شده نیست، باید اینو بهتون بگم که انتظار این رو باید داشته باشین دیدتون روز به روز کاهش پیدا بکنه و حتی احتمال داره به نابینایی برسه. ببینید ما توی خیلی از بیمارانی که مراجعه میکنن و در واقع به انکسارشون رو بررسی میکنیم، بعد از اینکه بهترین اصلاح رو براشون انجام میدیم میبینیم که دیدشون به حد اکثر ممکن نمیرسه. دقت کنید این تنبلی چشم نیست ها، این به خاطر اینه که دیابت روی در واقع یه سری قسمت‌های چشم تاثیر گذاشته و چشم کارش رو به درستی نمیتونه انجام بده و نمیتونه بهترین دید رو برای بیمار ایجاد بکنه. و ما توی این مرحله لازم هست که تست‌های تکمیلی و در واقع موارد بیشتری رو برای بیمار بررسی بکنیم و در صورت نیاز به متخصص رتین مربوطه ارجاع میدیم که بررسی لازم و تکمیلی‌تر رو برای انجام بدن و در واقع درمان‌های لازم براشون انجام بشه. حتما اگه فکر می‌کنین که دیابت دارین و توی این شرایط هستین، حتما زودتر اقدام بکنین و برای بررسی چشمتون تشریف بیارین که از این نظر خیالتون راحت بشه، چون اگه بالاخره کاهش دیدی که ایجاد می‌کنه و تأثیری که روی چشمتون بذاره طوری است که قابل جبران نیست و درمان‌هایی هم که وجود داره درمان‌های کنترلگر هستن. حالا تو مراحل اولیه تا حدود زیادی میشه دید رو به حالت اولیه برگردونه، ولی اگه پیشرفت بکنه و در واقع به مراحل انتهایی برسه، درمان‌هایی هم که وجود دارن فقط درمان‌های کنترلگر هستن و تأثیر روی افزایش دیدتون ندارن. پس تا دیدتون کاهش پیدا نکرده و به این مراحل نرسید، حتما اقدام بکنید و برای معاینه تشریف بیارید.